چه اسلامی رو ما شناختیم؟ امام حسن مجتبی رو بسته به فوش. آقا فرمود گرسنه‌ای بریم غذا بخوریم خونه، قدم رو چشامم بزن. غریبی از شام اومدی، حالا اینجا نیدم بدون دور برم، لباست هم خرابه، مرکب داری میخوای بگو پیری اذیت نشی، بریم خونه، بیا بریم، بیا بریم. آقا زد یارو زیر گریه، گفت آقا تا الان تو ذهن من بدترین آدم تو این عالم بابا تو بود، علی و خودت، اما از الان به بعد بهترین آدم تو این عالم برا من توی و بابات علی. 3 روز مهمون امام حسن بود، دل نمیکن بره. 3 روز. این حال امام حسن نسبت به کسی که فوش داده. میشه بگید اگه کسی فوش بده حال ما نسبت بهش چیه؟ ما چه کارش میکنیم؟ ما چه حالی داریم نسبت بهش؟